مسئله بسیار مهم این استفاده ثمرناک و مقصدناک و صرفه‌کارانه نیروی برق و سری وقت پرداخت نمودن حق استفاده آن از جانب اهالی می باشد. باید گفت که استفاده مقصدناک و عاقلانه نیروی برق از ساکنان کشور مسئولیت جدی را طلب نموده، با این راه افزون نمودن اقتدار انرژتیکی کشور از مسئولیت شهروندی هر یک ما وابستگی کلان دارد. در نتیجه پیشبرد یک قطار چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه، یک گروه جنایتکاران کیبری مخصوصاً وزنین که رخنه نمودن استقلالیت انرژتیکی را در حدود پایتخت مورد هدف ناپاک جنایی خود قرار دادند معین و آشکار کرده شد. در دایره چاره‌بینی نخست یک نفر متخصص تکنولوژی اطلاعاتی به اصطلاح هکر دستگیر کرده شد که نام برده با کردارهای جنایتکارانه خود با استفاده از تجهیزات‌های مخصوص کامپیوتری نشاندادهای حسابکنک‌های برقی شهروندان را کم نموده، با این راه با تلفات نیروی برق نگاه نکرده به بودجه دولت ضرر کلان مالی رسانیده است. این نفر عزیزوف محمدی بولتایویچ سنه تولدش 12 سپتامبر سال 1964 استقامت کننده شهر دوشنبه ناحیه سینا کوچه اسپیچک 1 عائله‌دار صاحب 4 فرزند جای کار کفشرگری سلکی خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان می باشد. ضمن پیشبرد کارهای تفتیشاتی معین کرده شد که نام برده در دوام سال 2017 با مقصد به دست آوردن فایده مفت با استفاده از تجهیزات و برنامه‌های مخصوص کامپیوتری راه کم کردن نشان دهنده‌های حسابکنک‌های الکترونی برقی را پیدا نموده، با این مقصد برای خود در منزل استقامتیش کامپیوتر و دیگر تجهیزات‌های لازمه را جایگیر و برای خاطره مخزن‌های حسابکنک‌های الکترونی برقی وارد نمودن تغییرات شرایط مساعد فراهم آورده است. من از سال آخرهای 2017 با سیستم الکترونی برای کم کردن شوشک‌ها همین پروگرام را تشکیل کردم، در کامپیوتر وارد کردم، کم کردن همین حسابکنک‌ها را آموختم. در دوام ماه دکبر سال 2017 برای عملی نمودنی این نقشه جنایتکارانه طرح ریزی نموده‌اش همکار خود شهروند صابیروف تاج‌الدین دوستیویچ سال تولدش 20 فوریه 1978 استقامت کننده شهر حصار جماعت دهات الماسی دهه آباددره عائله‌دار صاحب 2 فرزند جای کار کفشرگری خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان را جلب نموده با مقصد به دست آوردن درآمد مفت بین خود عملها را تقسیم نمودند. صابیروف تاج‌الدین از روی نقشه طرح ریزی کردهشان عمل نموده، همچون وظیفه میانه‌رو برای جلب نمودن ناظران شبکه‌های برقی ناحیه‌های شهر دوشنبه شناسایی پیدا نموده، با آنها اجرای چنین عمل غیر قانونی را پیشنهاد کرده است. من با حیث میانه‌رو با همراهی اکای عزیزوف محمد همکاری میکردم. رفته از ناظران برق آنها با من حساب کنک رو میدادن، با مبلغ آورده با اکای محمد میدادم و آنها رو کیلووات‌هایشون رو قفا کرده باز بوده با آنها میسپاریدم. با میانه‌روی او ناظران برق از منزل‌های استقامتی شهروندان حسابکنک‌های برقی را خودسرانه به ترتیب دادن سندهای لازمه کشاده گرفته با مصلحت پیشکی با مشتریان با پیشنهاد مبلغ معین پولی حساب آن را کم کردند. در ادامه چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی زیاده از 20 نفر ناظران شبکه‌های برقی ناحیه‌های شهر دوشنبه شهروندان رجب علیف بهروز رجب علیویچ، حامیدوف سهراب خیردینویچ، خالوف شفیع سفرویچ، ثابتو ظاهرخان ظهورویچ، خلیفایف نصرت الله زاکیرویچ، فضلالدین اسکرشو، زاکیروف زمیر اسمت اللهویچ، محمد علی عبدولی، میرزایف دولت علی بیانویچ، بردیف خورشید سلیم جانویچ، خوجایف انور بیگی جانویچ، اسماتوف سیدشو سینوریدینویچ، روزیف امیرشو جنگیویچ،
Hayitov Mirzo Ali Rahmonovich, Khayrulloyev Akmal Saidulloyevich, Ro'ziyev Zafar Umarjonovich, G'aniyev Bobokalon Bobo Saidovich و دیگران معین و به مقامات میلیتسیا دسترس کرده شدند که با مصلحت پیشکی با صاحب ملکان دوکان و مغازه و منزل‌های استقامتی حسابکنک‌های برقی آنها را کشاده گرفته با میانروی شهروند تاج‌الدین صابیروف متخصص این ساحه عزیزوف محمدی برای کم پرداخت نمودن حق استفاده قوه برق نشاندادها یعنی کیلووات حسابکنک‌های برقی را کم کرده است. حسابکنک‌ها را با واسطه همین چیز یاردم او همکارم می‌آورد. من همین را می‌گرفتم در سیستم کامپیوتری میکروسخمش را ادپایت کرده در همون چیزی الکترونی میگذاشتم در کامپیوتر با واسطه پروگرامش وارد میکردم و چقدر که در کار بود کم کردن نسبت همون چین کم میکردم. ناظران برق با مشتریان یعنی استفاده برندگان نیروی برق مصلحت پیشکی نموده بعد از کم نمودن نشانداد نیروی برق استفاده شده حسابکنک‌های برقی را دوباره در جای خود نصب نموده و با این کردار غیر قانونیشان به بودجه دولت خسارات کلان پولی رسانیدند. چنانچه ضمن پیشبرد کارهای اپراتیوی سنجشی معین کرده شد ناظر برق زیر ایستگاهی شهری شبکه‌های برقی دوی ناحیه سینای شهر دوشنبه شهروند محمد علی عبدولی هنگام اجرای وظیفه‌های خدمتیش با میانروی صابیروف تاج‌الدین یک قطار حسابکنک‌های برقی شهروندان را خودسرانه گرفته نشان دهنده‌هایشان را کم نمودند. از جمله نام برده در دوام ماه ایون سال 2020 حسابکنک برقی مرکز سودایی عبدالله واقع در سراغه شهر دوشنبه ناحیه سینا کوچه زرفشان را از نظر گذرانیده معین نموده است که مرکز سودای مذکور قوه برق را تخمیناً به مبلغ 4500 سومانی استفاده برده است. پس از آن او با نماینده مرکز سودای مذکور شهروند سعیدوف پرویز اعظم خانویچ اوید به مبلغ پولی نسبتاً کمتر برابر نمودن حق استفاده نیروی برق مصلحت و وعده داده است که بر عوض 3500 سومانی حسابکنک برقی را برابر میکند. کنترلر آمد دیدک مقصد گفت که 4500 کار کرده. من گفتم مقصد گفت که من خودم توری میکنم 3500 پرداخت گفت من توری کرده چرا میمونم. بعدا با مقصد چی کردم فهمیدم که باید میگرفته کم میکرده چیزا. پس از مصلحت ناظر برق محمد علی عبدولی سعیدوف پرویز نماینده مرکز سودای مذکور مبلغ 3500 سومانی گرفته از آن 300 سومانیش را به میانرو صابیروف تاج‌الدین داده است. صابیروف تاج‌الدین باشد از روی مصلحت پیشکی حسابکنک برقی این مرکز سودا را کشاده گرفته به عزیزوف محمدی بالتایویچ داده است که او در نوبت خود با استفاده از تکنولوژی کامپیوتری حساب آن را کم کرده است. پس از کم نمودن نشاندادهای استفاده نیروی برق حسابکنک را ناظر برق شهروند محمد علی عبدولی برای روی پوش نمودن عمل جنایتی صادر نمودهش دوباره در جای خود یعنی مرکز سودای عبدالله برده وصل کرده است. همین طریق نامبردگان ماه ایول سال جاری نیز عیناً به مثل حالت ذکر گردیده عمل کرده مبلغ قوه برق استفاده شده را به منفعت خود استفاده برده به شبکه‌های برقی شهر دوشنبه با مبلغ 9000 سومانی ضرر رسانیدند. اوضاع عبدالله بود خیلی تو هم چیه سوداش سسته کار میکرد خیلی 3400 کار میکرد. من گفت که خیلی دستگیری که یاردم کرد اما هم دوم 3000 میداد یا 500 سمش میگذروندیم. چنان معلوم گردید همه آنها از صاحب ملک مغازه تا ناظر برق میانرو و متخصص به اصطلاح خاکر از اجرای این عمل منفعت دار بوده چون زنجیره با هم علاقمند به خاطر به دست آوردن مبلغ پولی و منفعت خود منفعت های دولت و ملت را پایمال کرده
با یک شکل ماهرانه و مکمل به استفاده غیر قانونی نیروی برق دست زدند. اینچنین در حالت دیگر ناظر برق ناحیه مذکور شهروند میرزایف دولتعلی بیانویچ نیز هنگام اجرای وظیفه‌های به دوشش گذاشته شده به یک قطار قانون شکنی ها راه داده است. چنانچه نام برده تخمینا در دوام ماه می سال جاری با شهروند اسلاموف خورشید پولادویچ صاحب ملک نانوای خانه واقع در سراغه شهر دوشنبه ناحیه سینا کوچه شرف خانه 203 آید به کم پرداخت نمودن مبلغ استفاده قوه برق مصلحتی پیشکی نمودند. با این مقصد نام برده یک ناقل برقی نانوای خانه را بیرون از حساب کنک برقی پیوند کرده است که در نتیجه نشان دهنده حساب کنک برق تغییر یافته استفاده پره نیروی برق را از حساب پنهان کردند. همین طریق این نانوای خانه به حسابگیری رسمی از قوه برق استفاده کرده صاحب ملک آن اسلاموف خورشید و ناظر برق میرزایف دولتعلی در ماه‌های می و ایون هر ماه مبلغ 500 سومانی و در ماه‌های ایول و آگوست باشد هر ماه مبلغ 600 سومانی جمع با مبلغ 2200 سومانی پرداخت نموده است که بر عوضش ناظر برق با او رسید و یا کویتانسیا نداده مبلغ‌ها را به منفعت شخصی خود صرف نموده است. 4 ماه 500 دادم کویتانسیا میکنم بیارم گفته تمام. ضمن سنجش معین کرده شد که در اصل در نانوایخانه مذکور برای پختن نان از سپرال‌های تصفن غیر استانداردی استفاده بردند که استفاده آن تلفات برزیاد نیروی برق را به میان آورده است. از این رو طبق حسابات متخصصان به حساب میانه مبلغی هر ماهی استفاده نیروی برق در نانوایخانه مذکور زیاده از 2000 سومانی را تشکیل می دهد که با صادر نمودن این عمل غیر قانونی صاحب ملک و ناظر برق در یک جایگی به شبکه های برقی شهر دوشنبه به حساب میانه زیاده از 8000 سومانی ضرر رسانیدند. خونه گفت که من اینجا دکان میکشم فعالیت کارم سر میکنم خیلی در جاگه مصلحت کنم گفتم هر ماه 600 سومانی بسپر انا کار کردم بگی خیلی نه 2 ماه بسپر 600 سومانی 2 ماه بسپر 500 سومانی اما خط حساب کننده برقش بیرون حساب کننده بود. طبق اطلاع تفتیشاتی پیشکی این گروه ناظران شبکه‌های برقی در دوام چند سال اخیر خصوصاً از ماه دکبر سال 2017 تا ماه آگوست سال 2020 زیاده از 130 حساب کنک‌های گوناگون برقی را از دکان و مغازه و بناهای استقامتی شهروندان بر عوض مبلغ معین پولی گرفته با واسطه میانروی صابیروف تاج‌الدین همه آن حساب کنک‌ها را به عزیزوف محمدی دادند که آخرین با استفاده از برنامه‌های کامپیوتری نشان دهنده های حساب کنک‌های برقی را کم کرده است. در جریان عملیات مخصوص اپراتیوی از جانب کارمندان میلیتسه پایتخت از ناظران برق 8 عدد حساب کنک‌های برقی تمغه‌های گوناگون همچون دلیل شیعی گرفته شدند. این زمان 2 نفر شهروندان عزیزوف محمدی بولتایویچ و هم مسلک او صابیروف تاج‌الدین دوستیویچ در حبس پیشکی قرار داشته جهت معین نمودن ضرری به بودجه دولت رسانیده شده و نفران دیگری در صادر نمودن این جنایت دست داشته چاره‌های دخلداری اپراتیوی تفتیشاتی جریان دارد.